سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم مقدمة القرآن ويا مقدمات القرآن دروس و چند اسباقی است که تعلق دارد به مقدمت القرآن. قبل از اینکه هر شارع در یک علم یا در کتابی شروع می کند به خاطر فهم معانی آن کتاب یا برای فهم معانی آن فن و آن علم این شخص را شارع گفته می شود، یعنی شروع کننده. با فارسی یعنی آغاز کننده، در زبان پشتو یعنی پیل کونکی. برای هر شارع آغاز کننده یا پیل کونکی دوپاره که در هر علم و فنی بوده باشد لابدی هست از معرفت امور ثلاثه. تعریف آن علم را بداند، موضوع علم، غایه و غرض و مقصد علم. دلایل این سه مطالب در کتب فنون به کرات و مرات از نزد شما گذشته. ما و شما امروز آغاز کردیم یا شروع کردیم یا میکنیم در دوره تفسیر قرآن کریم. قرآن کریم خودش یک بحری بیکران است. قرآن از خود تعریفی دارد، موضوع اصلی مقصد دارد، غایه و غرضی دارد. این سه چیز را و آن چیزایی که ملحق یا ملحق به است، این را به اصطلاح علمای امروز عرف مقدمه گفته میشه. مقدمه القرآن عبارت عن تعریف القرآن موضوعه و غایته و ما یتعلق بها، آنچه که متعلق به این سه هست. این به خاطر چی است؟ به خاطری است که شروع ما و شما، شروع طالب قرآن، شروع طالب التفسیر در قرآن کریم یا در تفسیر قرآن کریم علی وجه البصیرت شود، علی وجه البصیرت. هر شارعی که مقصود از شروع آغازش در یک فن مخصوص، در کتاب مخصوص علی وجه البصیرت بوده باشه، فلا بد له من معرفت عدة امور که یقال لها مقدمات یا مقدمت القرآن. فلهذا برای ما و شما لابدی و ضروری شد، چاره نیست
بجز از دانستن و شناختن و شناسایی نمودنی مقدمات القرآن، که در مقدمات القرآن ما و شما تعریف خود قرآن بدانیم لغتا و اصطلاحا، به اصطلاح خود قرآن کریم. موضوع علم قرآن بدانیم که قرآن کریم موضوع چی است. خود قرآن یک بحر است، یک علم است، یک کتاب است، اصل الکتب است، الکتاب است. موضوع این چی است؟ از عوارض ذاتی کدام اشیا یا کدام چیز قرآن بحث میکند و همچنان غایه و هدف قرآن چیست، غایه و غرض قرآن چیست، مقصود نهایی قرآن چیست. ما که قرآن خواندیم یا اینکه تفسیر قرآن را دانستیم از ما چی جور می شود؟ باز ما چی میشیم؟ چی امتیازی از صاحب قرآن برای ما داده می شود؟ چی امتیازی از منزل القرآن یا منزل القرآن که الله جل جلاله است برای ما عطا می شود؟ ما دارای چی فضائلی می شویم؟ چی خصائصی برای ما داده می شود؟ چی خصوصیات و چی امتیازات و چی فضائل و چی مناقبی برای ما داده می شود؟ به همین مقصود ما و شما آغاز کردیم مقدمت القرآن را. در اینجا بحث اولی ما در مقدمت القرآن تعلق دارد به معنای قرآن لغتا. قرآن در لغت چرا میگوید؟ قرآن نازل شده است به زبان عربی، به محمد عربی، به سرزمین عرب، خصوصا به سرزمین حجاز مقدس. و این قرآن خودش یک کلمه عربی است. در زبان عربی قرآن به چند معنا آمده است و به چی معنا است؟ اول آمدیم که قرآن در لغت به دو معنا آمده است. در لغت عربی قرآن به دو معنا آمده. اولی که قرآن مصدر است مانند غفران و سبحان. القرآن مصدر که غفرانه و سبحانه. از کدام باب است؟ از باب فتحه یفته است. قرأ یقرأ قرآنا. قرأ یقرأ قرآنا از مصدر است از باب فتحه یفتحو، مانند سبح یسبح سبحانا، غفر یغفر غفرانا و غفران. قرآن هم مصدر است و شرط باب فتح هم موجود است. یکی از شرط باب فتح ای است عین کلمه یا لام کلمه این باب باید حرفی حلق بوده باشد. عین کلمه یا لام کلمه حرفی حلق بوده باشد. از این هر دو، از عین کلمه یا لام کلمه یک حرفش باید از جمله حروف حلق بوده باشد و این شرط هم موجود است. فلهذا گفتم میتونیم که قرآن مصدر است از باب فتح یفتحو. قرأ یقرأ، لام کلمش که امزه هست یکی از جمله حروف حلق است. چرا حروف حلق شما خوانده در زنجانی و غیره که 6 هست، یکش امزه است. شرط باب فتحه موجود شد، لہذا قرآن مصدر شد از باب فتحه یفتحو. فتحه یفتحو قرأ یقرأ قرآنا.
غفران، قرآن، سبحان. به معنای چی است؟ به معنای خواندن است. قرأ یقرأ قرآنا و قراءتا به معنای خواندن. اقرأ باسمی، بخوان به نام پروردگار. اقرأ ولولا، بخوان. که الف و نونش اصلی است، متوجه باشید. الف و نونش اصلی است، زائدتین نیست. باز مفعولش که به معنی مقرون است، مصدر مبنی مقرونن. وجه تسمیهش هم معلوم شد. قرآن را چرا قرآن گفته می شود؟ به خاطر که این هم بسیار خوانده می شود. قرآن که به قرأ یقرأ قراءتا و قرآنا به معنی بسیار خواندن، بسیار خوانده شده. عرب میخواند، عجم میخواند، خرد میخواند، کلان میخواند، زن میخواند، مرد میخواند، طالب میخواند، عوام الناس میخواند. ایک خوانده شده که گویا این که بیخی عینی خواندن گشت، لذا به معنی خواندن شد. باز مفعول کنیم مقرونون. مقرون چرا؟ به خاطر اینکه آیاتش با هم دیگر مشتق از قرن است، به معنی وصل. آیاتش به هم دیگر وصل است. آیات قرآن با هم دیگر مقرون است، متصل است، پیوست است. سورش با هم دیگر پیوست است، رکوعاتش پیوست است، اجزاش پیوست است. یا مقرون نزولا است، یا مقرون کتابتا و جمعا است، یا مقرون است تلاوتا. لذا قرآن به یک لغت به معنای خواندن شد، قرائت کردن به معنای پیوست بودن. دوم، قرآن در لغت به معنای جمع آمده، جمع. و اذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرأ، قرائت به معنای جمع کردن. این در آن صورت است که الف و نونش مزیدتین بگیری، یعنی بغیر الف و نون. بغیر الف و نون که تنها قرع بانه، قرع فقط. قرعون به معنای جمعون است. و اذا قرأناه فاتبع قرآن انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. انه لمجموع کریم فی کتاب مکنون. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. قروء جمع قرع است. قرع به معنای جمع است که ما شما در اصولی را به معنای حیض گرفتیم، چرا که جمع شدن از صفات دم است. والحیض دم که شافعی سے طهر میگیره. به هر صورت دوم معنای لغوی قرآن جمع است. قرآن چرا قرآن گفته میشه؟ وجه تسمیه به معنای لغوی که بگیری. به این معنی چرا قرآن لما سمی القرآن قرآنا لانه مجموع، زیرا که قرآن هم عبارت از یک مجموعه است، از 114 سور. مجموعه در یوصل سور لس سورتون. مجموعه 114 سورت است. برئز ونتورد سورتلر مجموعه بولد. مجموعه 114 سور است، لهذا بالای اطلاق جمعان شد. و اذا قرأناه، و اذا جمعناه، وقتی که قرآن را برایت جمع کردم ای پیغمبر، فاتبع قرآنه، فاتبع جمعه، با از جمعش هم متابع، پیروی و متابعت بکن. متابعت بکن. این معنی لغوی شد. لہذا در قرآن عظیم شان به معنی مقرون پیوست بگیریم هم موجود است،
به معنای مقرو به معنای جمع بگیرم هم موجود است. قرآن مقرون هم است، مجموعه هم است. مقرون بھی ہے اور مجموعه بھی ہے. آمدیم راجع به اسماء قرآن. اسماء القرآن، قرآن چند نام داره؟ این معنای لغوی قرآن بود. اسماء القرآن، علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله تعالی در الاتقان فی علوم القرآن می نویسد: للقرآن فی القرآن 55 اسماء. للقرآن فی القرآن 55 اسماء. برای قرآن در خود قرآن 55 نام است. مر قرآن را در خود قرآن 55 نام آمده. 55 نامه ها داره قرآن. استعمال شده دی. آغاز از کجا شده؟ آغاز این اسماء و نامه های قرآن از ذالک الکتاب شروع شده. الف لام میم ذالک الکتاب، این الکتاب، این است یک کتابی کامل. اولین نامش الکتاب است. و آخرین نامش که در سوره عبس آمده: فی صحف، ببین، فی صحف یک، مکرمت دو، مرفوعت سه، مطهرت چهار و غیره و غیره. اولش از کتاب شروع شد، ختمش به مطهرت شد. این یک نامش الکتاب است. دیگر نامش حکیم است، دیگر نامش تنزیل است، دیگر نامش فرقان است، دیگر نامش قرآن است، دیگر نامش عزیز است، دیگر نامش صحف است، دیگر نامش مکرم است، دیگر نامش مرفوع است، دیگر نامش مطهر است، دیگر نامش تنزیل است. و یعنی نامه های قرآن عظیم شان. بعد از آن بحث دیگه ما مقدمه که از جمله مقدمه القرآن است، تعریف اصطلاحی و عرفی قرآن است. یعنی این تعریفی است که علمای کرام برای قرآن انتخاب و اختیار کرده اند. معنای تعریف لغوی قرآن گذشت، اسماء القرآن گذشت، وجه تسمیه‌اش هم گذشت. آمدیم تعریف قرآن. تعریف اصطلاحی قرآن چی است؟ بهترین تعریف، اعلی‌ترین تعریف علمای کرام برای قرآن کریم انتخاب کردن به زبان عربی. این تعریفش است. مال قرآن و قرآن در اصطلاح چی میگوید؟ القرآن هو الكتاب العربی المبین. هو الكتاب الكتاب العربي المبين المنزل على الرسول النبي الكريم المعجز المتحدى به الحاوي للنظم والمعنى جميعا المقروء على الألسنة یا على الألسن المحفوظ في الصدور المكتوب في الصحف والزبور. اینی تعریف اصطلاحی قرآن. هو الكتاب العربي المبين المنزل على الرسول النبي الكريم الأمين المعجز المتحدى به الحاوي للنظم والمعنى جميعا المقروء على الألسن على الألسنة المحفوظ في الصدور المكتوب في الصحف والزبور. اول قیوداتی که در این تعریف آمده، فرموده که هو الکتاب العربی المبین. قید اول یا در تعریف آمده عربی مبین آمده. مبین قید است.
اشاره باز که عربی دو قسم است. یکی عربی مسند است، دیگر عربی مبین است. عربی مبین، عربی مسند. عربی مبین لهجه و یا تلفظ و یا لسانی اهل حجاز است، سرزمین حجاز مقدس مکه مکرمه، که در اصل یتعلق ببنی عدنان، تعلق میگیرد به بنی عدنان. عدنان کی است؟ عدنان 21 جد از جمله اجداد نبی کریم صلی الله علیه و سلم است. این عدنان بابا یا نیکی 21 نبی علیه الصلوة والسلام. از عبدالله که شروع شود، از حضرت عبدالله سے تا عدنان 21 نفر می شود. عربی مبین تعلق دارد اچه عربی به زبان اهل حجاز، حجاز مقدس، سرزمین مکه مکرمه، سرزمین وحی، که تعلق در اصل تعلق یزی به بنی عدنان است. عدنان نام شخص است. 21 جد از جمله اجداد نبی کریم صلی الله علیه و سلم. این عربی مبین گفته میشه. خود مبین خود در لغت چیزی شده میگه مبینون. مبین صیغه اسم فاعل است، معنی روشن بیان، واضح بیان کننده. اما در اینجا تعریف که آمده عربی یک قید است. مبین در مقابل مسند است، یک قید احترازی است، در مقابل مسند است. عربی مسند چرا میگه؟ عربی مسند تعلق دارد به لهجه، به تلفظ اهل یمن، یعنی زبان اهل یمن است. عربی مسند که جد اعلای آنها قحطان است. قحطان که او را بنی قحطان گفته می شود، بنی قحطان هم گفته می شود. خلاصه تعلق عربی مبین به عدنان شد، بنی عدنان. تعلق عربی مسند به بنی قحطان شد، تعلق دارد به یمن. از این خاطر زبان نبی کریم صلی الله علیه و سلم یا نبی کریم صلی الله علیه و سلم قریشی، عربی، عدنانی هم گفته می شود، چرا که زبان از عربی مبین است و زبان اهل یمن عربی مسند. قرآن عظیم شان که نازل شده است به عربی مبین نازل شده است. خلاص این تشریح قید اول بود. هو الكتاب العربی المبین المنزل على الرسول النبی الكریم المعجز المتحدى به. کتابی است که نازل شده است به نبی علیه الصلاة والسلام. این قید احترازی شد. تورات و انجیل تمام کتبی که به انبیای ما سبق نازل شده بود خارج شده. گرچه به عربی هم خارج میشه و خودش بیخی خارج شد. المعجز المتحدى به، قرآن یک کتابی معجز و متحدى به، اعلان مقابله داده شده است به واسطه قرآن. تمام فصحا و بلغای عرب به واسطه قرآن به انگلیسی چالش، به عربی تحدی و تحدا، به فارسی چی میگه؟ من شما را به چالش میکشانم. همه شان به چالش کشانیده شده. از این خاطر میگه متحدى به، به چالش کشانیده شده از بهی به می قرآن، به می کتاب. المعجز، کتاب عاجز کننده است. معجز چی معنا؟
اعجز یعجز اعجازا، ناتوان کننده است، عاجز کننده است جانب مقابل خود را از اتیان بمثله، از آوردن مثلش. تا به یوم القیامت پدری کس نمیتونه. و این لم تفعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار التي المتحدى به. ایت معجزه هم نیست که به مردم تحدی و چالش هم داده نشده باشه، اعلان مقابله نشده باشه. چندین بار اعلان مقابله شده. لذا قرآن کریم کتاب معجز است. از ابتدای نزول قرآن کریم تا به امروز قرآن به صراحت اعلان دارد که هر کس در حقانیت قرآن، در اینکه کتاب الله هست، در این ریب و شک و ترددی داشته باشد، ده گز او ده میدان. قرآن کریم چند بار در زمان حیات نبی کریم صلی الله علیه و سلم مردم را به چالش کشانیده، تحدی داده، اعلان مقابله داده و کسی آورده نتونسته. حتی از مقابلش هم عاجز آمدن. از خاطر کتاب معجز است. اول قرآن اعلان کرده که اگر شما نسبت به قرآن کریم در شک هستین، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. اینی اول چلنج قرآن است که اگر شما بگوی پیغمبر، الله میفرماید قل یا محمد، قل انت یا محمد، لو ان اجتمعت الجن، اگر بالفرض تمام افراد جن و انس جمع شوند، على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بخاطر این هدف و مقصد جمع شوند که مانند همین قرآنی که به تو نازل کردیم اینها یک قرآن دیگر میارن میسازن، لا یأتون بمثله. قرآن اعلان کرد آوردن نمیتونن بمثله، به مثل همین قرآن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچه که بعضی از افراد جن با بعضی از افراد جن، بعضی افراد انس با بعضی افراد انس، بعضی افراد انس با بعضی افراد جن، بعضی افراد جن با بعضی افراد انس، ظهیرا معین و کمکگار و نصیر و ناصر و پشت و پناه شوند، بازم آوردن نمیتونن. این قد چلنج خطرناک قوی است. بگیرن حالا شما که میگین این کتابی که محمد رسول الله میخواند قرائت میکند در پیش خودش آورده است، یا نعوذ بالله این کتاب الله نیست، یا نسبت به حقانیت و کتابیت از این، وحی بودنی از این، کلام الله بودن شک دارین، میروانی چقدر فصحا و این عوامی به عوام کتاب نیستی، به فصحا و بلغاست. چقدر فصحا و بلغا، اهل بلاغت و اهل فصاحت انسان داره، میروانی کنین به تعیین زمان، تعیین مکان، تعیین موضوع بکنه، مقابله کنه. مثل همین قرآن شما یک جور کنید. الله میفرماید چقدر فصحا و بلاغایی که در جنات است، برای جنات نداره، جن بیاره. الله فیصله که لا یأتون بمثله، آوردن نمیتونن بمثله، به مثل قرآن. عینشو بگذار، مثلش آوردن نمیتونن. مثل یعنی مانند، یکی عین چیز است، یکی مثل چیز است، فرق است. آوردن نمیتونن به مثل قرآن. ولو کان بعضهم، اگرچه که باشند بعضی از افراد جن، فصحا و بلغای جن، با بعضی از افراد فصحا و بلغای جن، و بعضی از افراد انس با بعضی از افراد انس، دو صورت از چهار صورت شد. بعضی افراد انس با بعضی افراد جن، بعضی افراد جن با بعضی افراد انس، ظهیرا مشتق از ظهر است، پشت و پناه، همکار، کمک کننده شوند، یکی در کمکی دیگه هم شوند، آوردن نمیدن. همه انس و جن را چالش داد، به چالش کشانید، اعلان مقابله کرد. لذا المتحدى به،
کتاب قرآن کتابی متحدا بهی است که به اعلان مقابله داده شده است. به این هم هیچ کس حاضر نشد و حاضر هم نخواهند شد تا به یوم القیامت. بار دوم باز چی میکنی شروع شد. ولای کلش آوردن بسیار سخت است. همه قرآن مکه آورده میتونیم. قرآن دیگر اعلان داد، دیگر به چالش کشانید، دیگر اعلان مقابله و تحدی داد. الله تبارک و تعالی فرمود فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، در سوره هود. خیرخانه خرابا این تنزل شد. تنزل او خصم او انس و جن، وقتی که همه قرآن مثل همه قرآن آورده نمیتوانید، کوشش کنید آسانتر 10 سورت بیارید. از علم تر کیف تا به الناس امیر رو بیارید. سوره کوتاه است، قصار. قرآن باز اعلان مقابله داد فأتوا بعشر سور، پس بیارین 10 سورت مثلی مانند قرآن، مفتریات افترا شده و از خود ساخته و بافته شده. اتنا به شما نیست. وادعوا من استطعتم من دون الله، چقدر مردمی که توان دارین طاقت دارین به غیر از الله او را دعوت کنین که وام بیاین. چقدر مردم میخواین بخواید راو بلایی. این کنتم صادقین، اگر شما راستگویان هستید دمی قولتان که نعوذ بالله میگویید که این کتاب از الله نیست، این کتاب از رسول الله است یا از محمد است صلی الله علیه و سلم، خودش جور کرده و ساخته و بافته خودش. از بالای این چالش و اعلان مقابله و تحدی بسیار زمانه گذشت، هیچ کس جواب مثبت پاسخ نداد. نمیگن ما حاضر هستیم. بار سوم قرآن دیگه چالش داد، دیگه اعلان مقابله داد، دیگر تحدی کرد، مردم را باز به چالش کشانید، مخالفین و منکرین قرآن را. الله تعالی فرمود قل فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، در سوره یونس فرمود. بار سوم کل بگوی پیغمبر به این مخالفین قرآن، منکرین، کسایی که میگن قرآن کتاب الله نیست، بیا بگو خیر کتاب الله نیست، خیر کتاب مخلوق نیست. که شما میگن کتاب الله نیست، خیر کتاب مخلوق است، کتاب انسان است. خود شما انسان هستید، از زبان شماست، شما هم عرب هستین، قرآن هم عربی است، من عرب هستم. مهربانی آره مواد موجود است، حروف موجود است، قوت دارین، عداوت هم است، دشمنی هم دارین، انکار هم دارین. فأتوا بسورة من مثله، بیارین یک سوره از مثل قرآن، مثل قرآن یک سوره بیارین. این در سوره یونس. این هم خیلی مدت سپری شد، هیچ کس جواب دادن نتونست. این یک فصیح و یک بلیغ از انس یا جن، از عرب یا از عجم، شاعری، ادیبی، فصیحی، بلیغی، عالمی، علامه‌ای، نویسنده‌ای، هیچ کسی حاضر نشد که بگوید منم در مقابله میکنم. خواه بعد از گذشت زمان در آخر در سوره بقره دیگه اعلان مقابله داده شد، دیگر تحدی شد، دیگر قرآن نبی علیه السلام مردم را به چالش کشانید، منکرین و مخالفین قرآن را به چالش کشانید. چی گفت؟ و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. الله تبارک و تعالی میفرماید اینجا قل اگر مقدر کنی هم کدام گپی نیست. قل این کنتم فی ریب مما، بگو ای پیغمبر یا محمد، این کنتم فی ریب، اگر هستید شما، ای شما معاشر عرب، ای باندی منکر، ای باندی مخالف قرآن، چی هستین؟ این کنتم فی ریبین، اگر شما واقع هستین در ریب و در شک و تردد که قرآن از کتاب الله است یا نیست، مما نزلنا علی عبدنا،
و این کنتم فی ریب مما، از آن چیزی که نازل کرده ما که قرآن است علی عبدنا به بنده خود که نبی علیه الصلاة و السلام است، فأتوا بسورة من مثله، تنوینش برای تقلیل است، فأتوا بسورة قصیرة من مثله، پس بیارین خانه خرابا یک صورتی کوتاه مثل قرآن در بلاغت و در فصاحت و در اعجاز مثل قرآن باشد. بعد از آن تنها شما را نمیگم وادعوا شهداءکم من دون الله، پس طلب کنید دعوت بدهید راو بلی، دعوت بدهید درخواست نماید شهداءکم گواهان خود را من دون الله بجز از الله. هر کس شاهد میگیرین، هر کس گواه میگیرین، هر کس را ممید و همکار میگیرین، خود او را هم طلب کنین، او را هم دعوت بتین به دستتان تمیلندن آزاد. این کنتم صادقین، اگر شما هستید راست گویندگان در دعوایتان. این است که کتاب قرآن را میگوین کتاب الله نیست، کتاب مخلوق است. وقتی کتاب مخلوق است، وقتی میگن کتاب انسان است، خود شما هم انسان هستید. اگر شعر میگن شما هم شاعرها هستید، اگر ادب میگن شما هم ادیبا هستید، اگر میگن فصاحت و بلاغت که ساخته و بافته نعوذ بالله پیغمبر است، شما هم فصاحت و بلاغت هستید. بیارین. در آخر الله فرمود فإن لم تفعلوا، اگر همی کارا نکردین، اینه فإن لم تفعلوا حالا ولن تفعلوا مآلا، اگر آن این کار کردن نتونستید آورده خود نمیتونین. خواه این ارخال عنان میگه اگر آلی نتانستین ولن تفعلوا، هرگز تا قیامت آوردن نخواهید توانست. استاد محترم ما این قسم میگه و این لم تفعلوا انتم، اگر نتانستین فعلا شما، ولن تفعلوا پدرتان هم کده نمیتوند، پدری شما هم نمیتوند. با تاکید آلی که فعلا پیغمبر هم موجود است، عداوت هم است، دشمنی هم است، کلان شاعرام دارین، طرفه هم است، زهیل هم است، امرؤ القیس هم است، ابو طیب هم است، چقدر شعرهای فصیح و بلیغ دارین. خود جمع کنین بیارین دیگه. حالی که نتانین در بعدی خود بیخی نمیتونین، وقتی که نمیتونین خانه خرابا فاتقوا النار التي، فتقو، پس خود را بسیار نگاه و وقایه و نگهبانی بکنید. از چی؟ النار التي، از عذاب آتشی کی وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس، خاشاک و هیزمیان، الناس والحجارة، مردمان و سنگه هاست در روز آخرت می سوزند. او آتش جهنم بکی آماده شده است، اعدت للکافرین، وقت آماده شده است، آماده کرده شده است برای کافرین، برای قوم کافر و منکر قرآن. لذا این معجزه نبی علیه الصلاة و السلام شد تا به روز قیامت کسی آوردن نتانسته و آورده هم نمیتواند، جواب هم کسی نداده است. لذا معجز شد نشد، المعجز المتحدى به. تحدی امی کسی آورده نتانست، جانب مقابل خود از ایراد مثلش عاجز کرد، ناتوان کرد، او تحدی هم داد، معجز هم شد، متحدی به هم شد. دیگر قید چی بود؟ تعریف قید مأخوذه در تعریف الحاوی للنظم والمعنا جمیعا، قرآن عظیم شان شامل نظم و معنا هر دو است. یعنی قرآن که ما میگویم این عبارت فقط را قرآن گفته نمیشود که ما میگیم قل هو الله احد. قرآن عبارت از این قاف لام پیش قل و لام زبر ول لام ذره پیش هو، قل هو الله، الف زبر ح زبر ح دالو پیش دون احدون. اینی را فقط قرآن گفته نمیشه. یا اینکه قل هو الله احد، بگو ای پیغمبر شأن این است که الله تعالی ذات یکتا است. ترجمه فارسی خالیش او یا پیغمبر شأن خبر داده، شأن خبر داده که هو الله احد، الله تعالی احد ذات، یو ذات دی،
یود شریک نلری. نو لحاظا نظم و عبارت فقط ام قرآن گفته نمی شود، معنای فقط را قرآن که میگویم قرآن عبارت از نظم و معناست. از این خاطر ما میگم که کسایی که حافظ قرآن میشوند، قاری قرآن میشوند، در آن وقت ما آنها را حافظ قرآن، قاری قرآن میگویم، فقط حافظ الفاظ نباشند. چرا قرآن فقط عبارت از الفاظ نیست. این اعطینا کالکوثر، این حروف عربی، قرآن فقط این را نمیگوید. قرآن به خاطر احکام شریعت آمده. احکام شریعت از معانی فهمیده میشه. می الفاظ قالبش است. یک نفر قالب خوشته بالا کرده، پشتش برده پایان و بالا. قالب خوشته 10 دانه قالب خوشته پشت کرده، نشانش بالا کرده، پایان میوره و بالا میوره، پایان میوره. ما میگیم که این نفر خوشته ورده، اینا خوشته ورده، الا خوشتی پخته ورد، الا خوشتی خام ورد، گفته نمیتونه. چرا قالب ورد؟ آن وقت ما میگیم که قالب با امر خشت یک جای بیاره، با صحیح است. اینی خشت فروش است، خشت داره. کسی که فقط الفاظ قرآن حفظ کرده، حافظای وا تجوید دارن، دغه می لست علیکو حیتلکو هیتلکو اعتلکو حیتلک ماندن. اینها را ما قاری گفته نمیتونیم. قاری قرآن، حافظ القرآن آن کس است که هم الفاظش حفظ داشته باشه و معانیش هم بدانه. الحاوی للنظم والمعنا جمیعا. قرآن شامل نظم و معنا هر دو را است. مجموعه از لفظ معناست. لہذا اینی تعریف، این تعریف کی است؟ این تعریف فقها است. فقهای کرام، اصولیون یا اصولیین یا اشاعره و ماتوریدیه، همه اینمی تقسیم قائل هستند. به این خاطر با اشاعره ماتوریدیه کثرهم الله تعالی باز تقسیم میکنن که ولا کلام دو قسم است، کلام نفسی و کلام لفظی. خادمی جور شده دیگه. در آن صورت تقسیم جور میشود که قرآن عبارت از نظم و از معنا هر دو شود. قرآن الحاوی للنظم والمعنا جمیعا، که شامل است مر نظم و معنا هر دو را یک بالگی. دیگر قید آمد المقروء علی الالسنه، قرائت شده است به زبانها، والمحفوظ فی الصدور، حفظ کرده شده است در سینه ها، در زبان ها به کثرت خوانده می شود. در قلب ها و در دل ها محفوظ است، حفظ کرده شده. حفاظ قرآن کریم. به یک سروی طبق یک سروی در شرایط موجوده 75 میلیون قاری وجود دارد. 75 میلیون قاری در جهان وجود دارد. قاری قرآن. 75 میلیون کم چیز نیست. 70 میلیون و 700 لگ است. 750 لگ. سروی جدید نشان میده که 85 میلیون است. 850 لگ است. 850 لگ نفر در روی زمین قرآن میخواند یا قرآن حفظ کرده. از این خاطر المحفوظ فی الصدور شد. فالحمد لله علی ذلك. المکتوب فی الصحف، نوشته شده است در صحیفه، در دفاتر و دیوان ها رو میبینین. فی الصحف و الزبور، کتاب های کلان. لہذا تابعی رحمه این تعریف قرآن بود. اجمالا تکرار می شود. هو الكتاب العربی المبین المنزل على الرسول النبی الكریم المعجز المتحدى به الحاوی للنظم والمعنا جميعا المقروء على الألسنة المحفوظ في الصدور المكتوب في الصحف والزبور. تا به اینجا، تا به این مقام تعریف قرآن لغتا بود. تعریف قرآن اصطلاحاً به نزد علمای کرام. لہذا این بحث اول یا سبق اول، درس اولی مقدمت القرآن شد. وجه تسمیه از ابتدا معنای لغوی را بیان کردیم.
او اسامی قرآن بیان شد، وجه تسمیه بیان شد و تعریف لغوی ذکر شد و تعریف اصطلاحی هم ذکر شد، بیان فواید قیودات هم ذکر شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.